سلام بچه ها، نمیدونید چقدر دلم براتون تنگ شده بود. یعنی شاید باورتون نشد، فکر کنید که داره مبالغه میکنه، داره الکی میگه، داره خالی بندی میکنه، ولی نه، واقعا به تمام اونایی که یعنی به یوتیوبم خیلی فکر میکردم، چون که کلی براش زحمت کشیده بودم کل تابستون، پاییز و کمی هم زمستون، بعد همش پرید. اشکال نداره. حالتون چطوره؟ امیدوارم مثل همیشه عالی باشین، که البته تو این شرایط خب نمیشه اونقدر عالی بود. خودم هم چندین بار دچار فروپاشی روانی شدم، ولی خب اشکال نداره. ما کنار همدیگه با همدیگه اوضاع رو درست میکنیم. خب دوستان، امیدوارم که منو یادتون باشه. من فاطمه هستم، فاطمه صدا میکنن و تو کانالم راجع به کتاب خودم میذاشتم، راجع به یه عالمه دستور آشپزی گذاشتم و خیلی چیزای دیگه. قرار بود قبل از اینکه کتابم چاپ بشه راجع به کاراکترهای داستان بگم، که به لطف بعضی ها نشد که بشه و من تمام کتابایی که با امضای خودم به دستم رسیده بود همه رو یه طوری گرفتم فروختم. یعنی چاپ اول همش تموم شد، ولی خب نسخه الکترونیک و فیزیکیش حتی توی دیجیکالا موجوده، ولی خب امضای منو نداره. من لینک هر دوتا جا رو توی دیسکریپشن میذارم. اینکه این ویدیو رو گرفتم که نشون بدم تو این 3 ماهی که اینترنت نداشتیم چیکار کردم و صریحاً باهاتون حرف بزنم. میخوام یه چیزایی بگم، ولی خب ترجیح میدم در طول ویدیو بگم. راستی همین الان در همین لحظه یادم اومد که پدر من میکروفون خریده بود برای ویدیوها و من الان طبق عادت استفاده نکردم. جلوتر استفاده میکنم، با من همراه. خب ببینید، از اینجایی که اومدم توی خیابون همراه خودم میکروفون نیاوردم که حرف بزنم. توی این 3 ماه خب بعد از یه پیام بازرگانی خیلی عجیب برگشتیم اینجا و خب دیگه بریم سر اصل مطلب. و اینکه چرا میکروفون نذاشتم، به خاطر اینه که حوصله ندارم. به یاری ایزد منان توی ویدیوهای بعد من استفاده میکنم. آره دیگه، توی مدت که گذشت خب من دست به هر چیزی که زدم گند خورد بهش به خاطر شرایط. یعنی تا یک جایی که خب من فکر کنم بهمن بود یا دی بود که درسم تموم شد و فارغ التحصیل شد، این نمره هم اومد و اینا. حالا مونده بود که کاراشو برسم. بعد که رفتم پیگیری کنم کاراشو برسم، کلا سیستما قطع بود. یعنی من تا بخوام کارای مدرکمو برسم شد اواخر فروردین. جدایی از اینها به خاطر شرایط جنگی همه جا رو تعدیل نیرو کردم و اگرم مدرکی دست من میرسید که هنوزم نرسیده، من کارامو انجام دادم، درخواست مدرک دادم، هنوز پست نکردم. بعد برم پیگیری کنم که ببینم چی شد مدرک من، 20 سال مدرک من. بعد بازم نمیتونستم جایی مشغول بشم یا چی، چون که وضعیت اینطوری بود. هیچ جا هم اصلا چیزی نمیخواستن، یا اگرم میخواستن حداقل 3 سال سابقه کار میخواست که من ندارم. و چون شرایط جنگی بود دولینگو هم پرید. یعنی من آلمانی هم نمیتونستم چون من از توی دولینگو و توی یوتیوب یه سری منابع داشتم، هم برای آلمانی خوندنم هم برای آیلتس خوندنم. اواخر داشتم ژاپنی یاد میگرفتم که بله. یه کاری تو شرکت برندسازی برام پیدا شده بود به عنوان ناظر روی محتوا، چون که چیز نویسندگی دارم، سابقه کار نویسندگی داشتم. راجع به کتاب اگر نت وصل بود، یک کم که استیبل شدیم، من ویدیو میذارم و با هم دیگه راجبش حرف میزنیم. برای من پیدا شده بود، به من زنگ زده بودن، شرایطش رو توضیح دادم و بعد که رفتم پیگیری کردم گفتن که این قسمت نیاز به نت بین الملل داره و الان به چیزی دسترسی نداریم، واسه همین اونجا هم پرید. و حدس بزنیم چی؟ کتابم اومد. خب هم نسخه فیزیکیش توی دیجیکالا، هم توی تاقچه. اگه بخواین
خب من لینکشو توی دیسکریپشن میذارم. خب بعد آره دیگه اگه دوست داشتین میتونین تهیهش کنین و دست خودم رسیده بود چاپ اولش و تموم شد. ایناهاش نه تو ویدیوهای بعدی مفصل راجع به این حرف میزنم، ولی خب چون که این ویدیو موضوعش کتابم نیست من فقط در حد لینک گذاشتن توی همون دیسکریپشن اکتفا میکنم و اینکه ایشون اومد. بله و من اسفند ماه اومد. خب بعد هم الکترونیکیش هم فیزیکیش هم دست خودم، اونی که دست من بود کلا تموم شد با امضای خودم و اینا. و اگه پول دستم اومد حالا 1-2 ماه دیگه من حداقل 1-2 ماه دیگه من چاپ دومش رو سفارش میدم. خب باید یکم شرایط چیزتر باشه، باثبات‌تر باشه. چاپ دومش رو سفارش میدم، ولی خب توی دیجیکالا و تاقچه موجوده. خواستم یکم اونجا بهم کمک مالی بشه که رفتم به انتشاراتی پیام دادم که پول فروش کتابم حداقل بهم بدین و بهم گفتن که چون نت بین الملل نیست ما به جیمیل دسترسی نداریم و نمیتونیم فیش فروش رو ببینیم و بهتون پول بدیم. بله دیگه گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. تصمیم گرفتم که چون که ما شهریور ماه قراره بریم خونه جدیدمون یک کم قفسه‌های کتابمو خالی کنم و کتاب دست دوم بفروشم. آره یه سری کتابایی که فکر میکردم جا میگیره واقعا، خب اونا رو گفتم که میفروشم. بعد اینکه من خب آدمیم که همیشه کتاب میخرم، یعنی اگر بریم خونه جدید قفسه کتابم خالی نمیمونه، با کتابای جدید قراره پر بشه. واسه هم یه آنلاین شاپ باز کردم که توش کتاب‌های دست دوم و عروسک فروخته میشه. عروسک جا کلیدی و این چیزای پینترستی و فلان و اینا. آره بعد دوستم برای تفریح قلاب بافی میکرد و به هم یاد داد. من که دیدم که دارم یاد میگیرم از یه جایی به بعدش خودم یاد گرفتم و یه سری چیزای کیوت ساختم مثل ایشون اینا. اگه دوست داشتین من میتونم لینک آنلاین شاپ توی هم لینک بله هم توی تلگرام و توی دیسکریپشن براتون، چقدر لینک باید بذارم توی دیسکریپشن براتون بذارم و اگر دوست داشتین جوین بشین من خیلی خوشحال میشم. بگذاریم ببینیم که چی شد جلوتر. متاسفانه آنلاین شاپ هم برای من نون و آب نشد چون وضع اقتصادی خیلی خرابه، ولی خب خودم از کارهایی که انجام میدم خوشم میاد واسه همین ادامهش دادم. تا 260 تا ممبر هم توی بله رفتم و 200 و لال شدم. جذب کردن 260 خوردی توی 1 ماه فکر کنم خوب باشه، آمار خوبی باشه و گفتم خب این ماه من برای تبلیغات هزینه البته آره گفتم یک سری آیتم های جدید رو سیو کردم. گفتم خب من این جنس ها رو میخرم، یک سری وسایل خریدم، یک سری پول کنار گذاشتم برای تبلیغات کانالم و ببین اگه مثلا یک سری چیزا خوب پیش میرفت من از وصل شدن اینترنت خوشحالم، ولی من نمیدونم چرا وقتی اینترنت وصل شد از کانال آنلاین شاپ بله من لفت دادن همه و وقتی لفت دادن رفتن تلگرام هم نرفتن. یعنی من لینک تلگرام هم گذاشتم آنلاین شاپو ولی اونجا جوین نشدن و اینطوری بود که من موندم و یه عالمه پولی که برای جنس دادم، پولی که برای تبلیغات دادم. بله و guess what کنکور ارشد دارم 17 یا 18 تیر کنکور ارشد دارم و هیچی نخوندم. یعنی ببین به معنی واقعی هیچی نخوندم، یعنی یک کلمه هم نخوندم، نتونستم بخونم، نتونستم اصلا تمرکز کنم روی درس خوندن، نتونستم، یعنی واقعا ذهنم آماده کتاب باز کردن نبود و آره میرم یه کنکوری میدم ببینم نتیجه چی میشه دیگه. بچه ها خیلی رندوم 1 ماه پیش رفتم کنکور و ببین خیلی رندوم بود و تنها
ورزشی بود که مثلا واقعا توش وقتی رفتم دلم خواست تا آخرشو برم، یعنی نه فقط به خاطر مثلا ورزش کردن اینا، نمیدونم چجوری بگم. آره خلاصه روسری که گذاشتم به خاطر اینه که باشگاهمون دولتیه و قانون حجاب ندارن و برای اینه که موهامون نریزه. آره بعد که ما یک کت هم داریم که شبیه فرم جوجوتسو کایزنه، منتها چون تابستونه اونو نپوشیدم. خب درسته که گفتم وضع آنلاین شاپ خرابه، ولی خب باید ادامه بدم و محصولاتی رو بهش اضافه کنم. محصولی که میخوام اضافه کنم، ببین من 2 آویز بیبی یودا درست کردم، نه یه دونه جاکلیدی بیبی یودا درست کردم با یه دونه چی بود؟ با یه دونم آویز برای دکوراسیون اتاق و اینا، و به ممبرها قول دادم که پک بیبی یودا درست کنم. و الان میخوام یکی از مثلا لوازم جانبی پک بیبی یودا رو درست کنم، احتمالاً یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنم، یه چیز مثلا کاربردی و فلان و اینا. بعد آره دیگه پک بیبی یودا درست میشه. هر کدوم از آیتماش تکه هم فروش میره، ولی خب آره دیگه. خب بچه ها بخوام یه خلاصه ای از این ویدیو بگم اینه که اوضاعم خوب نیست، ولی چیزای جدید رو امتحان کردم و این که میگن تو زندگیتون همیشه پلن بی داشته باشین، اون برای خارجی هست که مثلا اگه پلن A جواب نداد تو بری پلن B یا مثلا پلن C دیگه تو بدترین حالت. بچه من الان تو پلن G هم تو پلن G هم و همین پلن G هم ممکنه بپره و هنوزم که هنوزه بعد از این همه چیزایی که گفتم هنوز به درآمد مطلوب که میگم منظورم خیلی زیاد نیست، منظورم یه چیزیه که بتونم از پس خودم بر بیام، حتی به اونم نرسیدم. خب خیلی رک دارم میگم و میخوام خودم رو قانع کنم که این چیزی که پیش اومده تقصیر من نیست و واقعا تقصیر من نیست. چرا تقصیر من نیست؟ چون تا همین دیماه بود، نه یکم قبل تر از دیماه، مثلا نه هم اوایل دی بود که داشتیم با بابام خیلی جدی حرف میزدیم که من اردیبهشت ماه برم مثلا بریم یک کشور دیگه دوتایی با هم، بعد آیلتس بدیم، چون مثلا آیلتس تو ایران ممنوع شده بود و اینا. و الان و میخواستم مثلا اپلای کنم برای خارج از کشور و تمام چیزاشم سرچ زده بودم که کدوم دانشگاه ها کورس زبان انگلیسی دارن و آلمانی ما تا آدو خودخوان رسونده بودم، یعنی روزی نبود که من 45 دقیقه نیم ساعت تا 45 دقیقه وقت نذارم و آلمانی نخونم. تستای آیلتس رو زده بودم تا جایی که اینترنت بود و زبان اصلا آره خلاصه اینطوری بود. و الان من آنلاین شاپ زدم و دارم بافتنی میبافم، دارم کنفو کار میکنم، دارم میخوام مثلا مدرس زبان انگلیسی بشم. خب ببینید چقدر فرق داره اون پلنی که من داشتم و جایی که شرایط منو بهش رسون. مثلا هفته پیش بود که من میخواستم از این شاورمای مرغ درست کنم. راستی اگه بخواین دستورشو میذارم، خیلی خوشمزه شده بود. میخواستم اونو درست کنم، بعد رفته بودم که هایپری نون بخرم، بعد دیدم که آدامس تریدنت اوکالیپتوس که من خیلی دوست دارم و اونجا دارم، گفتم اونم بگیرم. یکهو دیدم که فاکتورم خیلی گرون شد، بعد گفتم چی خریدم؟ یه نون با یه آدامس بود. بعد خانمه گفتش که آدامس هست 250 تومن. اون آدامسی که من همیشه میخریدم بود 250 تومن و من اینطوری بودم که آها الان آدامسم شده لاکچری و من باید برای یک آدامس که 20 روزه تموم میشه 250 تومن هزینه کنم.
البته که نخریدم، خیالتون راحت باشه، گذاشتمش سر جاش و بقیه‌ش هم که خودتون میدونین. ریاکشن یک شهروند معمولی وقتی کشورش تو این وضعیت چی میتونه باشه واقعا؟ خب شهروند معمولی ها، منظورم یه قشر خاصی نیست. خب آره دیگه، اوضاع ما اینطوریه. این سالها قرار بود که طلایی ترین سالهای زندگی من باشه، ولی خب الان فقط داره با دویدن و به پول نرسیدن و تورم سر به فلک کشیده و اینا میگذره. درباره این که بخوام پول کتابو بگیرم، از فکر کنم گفتم تو قبل این ویدیو گفتم، نه حالا دوباره میگم. من از اسفند ماه فروش کتابام توی تاقچه و دیجیکالا شروع شد و تا الان پولشو نگرفتم. چرا؟ چون که اینترنت بین الملل قطع بود و به جیمیل دسترسی نداشتن، به فیش فروش من دسترسی نداشتن و نمیتونستم پول منو بدن. شما در نظر بگیرین که من با 24 سال سن تو این 3 ماه با چیا سر و کله زدم. واقعا حرفی ندارم. خلاصه چیزی که آرزو دارم اینه که واقعا همه چیز درست بشه، واقعا چیزی که به نفع هممونه پیش بیاد. و اما این چیزی که باعث میشه دلخور بشم اینه که نسل‌های قبلی، علل خصوص دهه 60 و 70، خب جدا از این که من نمیگم همشونا، ولی خب این چیزی که غالبه بینشون معمولا اینطوریه که ظاهرشون مدرنه اما افکار قدیمی دارن. خب حالا درباره این حرف نمیزنیم. وضعیت ما رو که میبینن، مایی که جنریشن زد هستیم، البته ده 70 هم اواخر دهه 70 هم جن زد حساب میشن، ولی خب من منظورم الان دهه 80. میگن که آره نمیدونم دهه 80 یا تنبلن، خوش با حالشون، نمیدونم دانشگاهشون مجازی بودیم و ما نسل سوخته ایم، بلا 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 بلا. بهتر نیست تو این شرایط به جای این که ما رو تنبل خطاب کنین یا مثلا بگین که تقصیر خودتونه که فلان شد، یا مثلا بگین که خوش با حالتونه و فلان و اینا، یک کمی اندازه یک سر سوزن، یک نگاه به شرایط ما بکنیم. نمیخوام زیاد بحثشو باز کنم، ولی اگه ما 80ها صدامونو بلند نمی کردیم، شما الان نمیتونستیم بیروسری تو خیابون راه بریم. خیلی چیزا الان آزاد نبود و این ما بودیم که صدای اکثر مردم رو رسوندیم. زیاد بحثو کش نمیدم چون زیاد از این بحث دهه و اینا خوشم نمیاد، و خب چون تو جامعه رفتم و دیدم که با من اینطوری برخورد میشه، یک گارد خاصی نسبت به دهه 80 دارن، گفتم که اینم بگم و سخن آخر رو بگم دیگه، ویدیو اونقدر طولانی نشه. بچه ها، ارنو یادتونه که تو اتک آن تایتان یه جمله شبیه به این داشت، حالا دقیقش رو نمیتونم بگم، یعنی حفظ نیستم که بگم، ولی میگفتش که اگه بمیری میبازی، اگه زنده بمونی پیروز میشی. خب ولی تا نجنگی نمیتونی پیروز بشی. راستم میگه واقعا تا نجنگی، تا از اون محدوده‌ای که اون تابوها، اون بالاسریات برات مشخص کردن فراتر نری، نمیتونی از این زندگی که بهش میگن بردگی و اونایی که میخوان تو مثل گاو و گوسفند زندگی کنی، نمیتونی از اون فراتر بری اگه نجنگی. به یاد تمام کسایی که جونشون رو برای این سرزمین دادن. بچه خلاصه که امیدوارم همه چیز خوب پیش بره، امیدوارم که من هنوزم امیدوارم، خب امیدوارم به آینده روشن. خب امید آخرین چیزیه که تو انسان میمیره و خدا نگهدار تا ویدیوی بعد.